در تاجیکستان تعداد صورت حساب‌های بانکی به طور چشم‌رس کاهش یافته است. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند در سال روان شماره صورت حساب‌های بانکی یکباره 3.5% کاهش یافت. زیاد شدن حساب‌های بانکی در سال‌های اخیر از موفقیت‌های نظام بانکی کشور گفته می‌شد. کارشناسان در کم شدن حساب‌های بانکی خود نهادهای مالی را عیبدار می‌دانند که با سرسان کردن مردم اعتماد را از دست دادند. سلطان نظیرов یک ساکن ناحیه خراسان بیش از یک هفته است که برای گشودن صورت حساب بانک می‌جوید. میگوید برادرش از روسیه برایش 8000 سومانی ارسال کرده خواهش نمود آن را تا ماه سپتامبر در یگان حساب بانکی یا کارت نگاه دارد. نظیرов میگوید در تیر ماه برای برادرش منزل بنیاد میکنند و مجبورند تا آن وقت مبلغشان را در جای ذخیره کنند. امروزها وضعیت این بانک‌های که چقدر که به ما شما معلوم است خیلی متشنج است. یعنی دیگر باوری هم کردن خیلی دشوار است. در وضعیت حاضر با کدام بانک در کدام بانک گذاشتن مبلغ رو نمیدونیم و زیرا در هنگام در کار شدن میرویم یگان مشکلات میشود که ما مبلغ رو گرفته نمیتوانیم. مردم در پس درها بسیار در نوبت‌ها قرار دارند. یعنی مشکلات همین که در وقت در کاری مبلغ خود را گرفته نمیتوانند. ترس سلطان نظیرов به قبل خودش بی اساس نیست. میگوید سرسانی‌های همسایه‌اش برای گرفتن پسنداز از بانک و ساعت‌ها انتظاری در نزد بانکمت‌ها برای او درس شده است. این همصحبت ما گفت برایش بانک ضرور است که در لحظه‌های ضروری سر وقت تواند مبلغ پسندازش را از آنجا بدون مشکل بیرون آورد. در قطار سلطان نظیرov ده‌ها نفر هستند که در معامله با بانک‌ها و تشکیلات‌های قرضی احتیاطکار شدند. ریشه این احتیاطکاری به 2 سال پیش برمیخورد، زمانی که کلانترین بانک‌های کشور در پرداخت مبلغ مردم عاجز ماندند. مشتریان روزها را برای گرفتن مبلغ در نزد بانکمت‌های اگرینویست بانک و تاجیک صادرات بانک و دیگر بانک‌ها سپری کردند. درباره کاهش صورت حساب‌های بانکی نخست لاله سلیمова معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان در مجلس نمایندگان خبر داد. خانم سلیمova هفته گذشته در پارلمان گفت تعداد صورت حساب‌های بانکی تا 1 ایون سال روان در کشور 3.2 میلیون عدد را تشکیل می‌دهد. این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 3.5% کمتر بوده است. معاون رئیس بانک ملی کاهش صورت حساب‌های بانکی را بیشتر به بانک‌های دچار مشکل ربط داد. کاهش صورت حساب‌های بانکی را مقامات در حال به بانک‌های مشکل دار ربط می‌دهند که طبق آمار رسمی در 2 سال اخیر نزدیک 45 بانک و تشکیلات‌های قرضه در کشور مفلس شدند.